ببینید پیش از همه روسیه و چین به عنوان اعضای سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت دسته‌جمعی برای مقابله با حرکت دولت اسلامی با طالبان در تماسند. خدایبرد خالق نظر، رهبر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، روز 9 ینور در یک نشست خبری توضیح داده است که این مذاکرات به خاطر مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی جریان می‌گیرد. تمام کشورهای بزرگی که در نزدیک با افغانستان جایگیرند، پاکستان، ایران، چین و روسیه می‌کوشند با طالبان همکاری نمایند. با طالبان از سال 2010 مذاکره ها ادامه دارند. این ملاقات ها پنهانی در قطر و چین برگزار شدند. هم می‌کوشند با این گروه ها علاقه داشته باشند تا هدف های آنها را دانند. با این سوال که آیا تاجیکستان چون اعضای سازمان شانگهای و امنیت دسته‌جمعی در این مذاکرات شرکت کرده است، رهبر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان این ارتباط ها را به موقع گیری خود کشورها مربوط دانسته و ذکر کرد که حکومت تاجیکستان با طالبان مذاکره نکرده است. آن چیزی که کشورهای دیگر با یعنی گروه های مختلف فعالیت میکنند، این کار داخلی ویا است، کار مثلا سیاست ویا است. ما به این سیاست دخالت نخواهیم کرد. ما سیاست خودمان، یعنی ما افغانستان متحد و واحد را اعتراف میکنیم و با آنها کوشش میکنیم همکاری همه‌جانبه داشته باشیم. طالبان یک گروه تندرو مذهبی است که در میانه سالهای 90 عصر گذشته در افغانستان از خود درک داده، از سال 1996 تا 2001 کابل و اکثر قلمرو افغانستان را تصرف کرد. با وجود آنکه سال 2001 از سوی ائتلاف بین المللی با رهبری امریکا سرنگون شد، مقاومت خود را در داخل افغانستان ادامه داده، در 2 سال پیش به پیشرفت‌های زیاد نائل شد. دولت اسلامی در افغانستان حدود 1 سال پیش ظهور کرد. روسیه از گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی در حدود افغانستان اظهار نگرانی نموده، گفته است طالبان و روسیه در برابر گروه دولت اسلامی موضع‌گیری مشترک و یکسان دارد. عین زمان گزارش‌های نشر شدند که در آنها روسیه به آن متهم می‌شود که حرکت طالبان را با سلاح تأمین می‌نماید. در دوشنبه به این نظرند که فضای سیاسی منطقه از روش سیاست رهبریت جدید امریکا و تصمیم‌گیری بعدی آن در افغانستان وابستگی دارد. اگر ما می‌بینیم که گفتم که اگر برنامه‌ای که ترامپ اعلان کرد اگر واقعی باشد و این یعنی دیگر دخالت آمریکا مستقیما در کشورها کم شود، وضعیت در جامعه جهانی خیلی آرام خواهد شد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.